مواد طبی به هند، غذا به مردم غزه. ایالات متحده آمریکا بیشترین یاریهای خود را به کشورهای دیگر معین می‌کند. سال 2022 یاری‌ها 70 میلیارد دلار را تشکیل داد و این یک فایز بودجه فدرالی آمریکا برای کمک‌های بشردوستانه، رشد اقتصادی و صلح و ثبات در دیگر نقاط جهان میباشد. حالا معلوم نیست ماه ینور وقتی دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشت چی خواهد کرد. ولی سال 2018 از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد چنین گفته بود: سنجیده می‌بینیم که کدام راه کارساز است و کدامش نه. این چنین کدام کشوری که از دلار و حمایت ما برخوردار است به ما از تحت دل مناسبت می‌کند یا نه. من بعد فقط به آنهای کمک خارجی می‌دهیم که ما را احترام می‌کنند و دوستی صمیمی ما هستند. در دوره پرزیدنتیش ترامپ یک بخش یاری‌ها را قطع کرد، ولی کنگره بسیار وقت به این قرارها ضدیت کرده است. به همه گونه برنامه‌های تغییرات اقلیم پول را کمتر داد. تغییرات دیگری هم بود، مثل کاهش کمک‌ها به فلسطین، ولی در عموم سیاست عادی یاری‌های آمریکا به خارجه به تغییر ماند. ترامپ یاری‌های آمریکا را به برنامه تعلیمات اسقاط حمل و بخش خدمات محدود نمود. پیش بینی می‌شود که این نوبت هم چنین می‌کند. در دوره بایدن برای خادمان مسئول اسقاط حمل در این موضوع آموزش ها فراهم می شد. در دوره اول ترامپ ما اجازه مبلغ گذاری کار سازمان های تبلیغگری اسقاط حمل را نداشتیم. ترامپ مارکو روبیو را کاتب دولتی انتخاب کرد. روبیو ماه فوریه در کنگره گفت آمریکا باید در رابطه با تحولات جهان بی‌تفاوت نباشد و عین زمان گفت منفعت‌های آمریکا در جای اول است. در هر حالت جداگانه ما یا عقل سالم را از دست می‌دهیم یا احتیاجات همروزه آمریکایی‌های زحمتکش عادی را نادیده می‌گیریم و با تکرار منفعت‌های دیگران را بالاتر می‌گذاریم. گلی گفت ماموریت ترامپ خرج هر یک دلار را با دقت نظارت خواهد کرد. احتمالاً تمام برنامه‌های یوساید در 100 کشور جهان یک دفعه سنجیده شوند. با باور او مقصد این است که بازده کشورهای دریافت کننده کمک‌های آمریکا سنجیده شود.